عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشین وزارت کارهای خارجی و کنسول سابق تاجیکستان در قندوز افغانستان نیز بازداشت شده است. با گفته یک منبع نزدیک به قضیه، عبدالفیض عطایی اولهای ماه اوگوست از سوی دادستانی کل تاجیکستان در پیوند به پرونده همراه خان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان بازداشت شده است. مقامات تاجیکستان از این بازداشت تاکنون خبر ندادند. دقیق نیست که عبدالفیض عطایی به چه گناهکار می شود. نزدیکان عطایی از صحبت با رسانه‌ها خودداری میکنند و در مورد بازداشت او چیزی نمیگویند. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات به شرط افشا نشدن نامش روز 27 سپتامبر برای آزادی گفت که تفتیشات پرونده سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان، اکبرشاه اسکندرов رئیس شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده معاون رئیس حزب دموکرات و روزنامه‌نگار در اول ماه سپتامبر به آخر رسیده پرونده به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال شده است. در دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برای آزادی تایید کردند که باید روزهای نزدیک پرونده وارد این دادگاه شود. حالا معلوم نیست که تفتیش پرونده همه بازداشت شده ها در پیوند به قضیه به پایان رسیده است یا قسمی از آنها، اما نزدیکان برخی از افراد بازداشت شده میگویند در دادستانی کل به آنها گفتند که پرونده به دادگاه رفت. بنا به خبرهای دریافتی رادیو آزادی، همه این بازداشت شده ها را از بازداشتگاه موقتی یا سیزا به بازداشتگاه کوتاه مدت یا EVS انتقال دادند. نزدیکانشان میگویند پس از چند مدت نگهداری در بازداشتگاه موقت بیشتر از یک ماه است که برای آنها به توقیفگاه یا EVS خوراک و لباس میبرند. مقامات دلیل‌های دوباره به EVS انتقال دادن این افراد را شرح نمیدهند. در پیوند به پرونده سید جعفر عثمانزاده تاکنون بازداشت اکبرشاه اسکندرov، احمدشاه کاملزاده، همراه خان ظریفی و شاکرجان حکیمov رسانه‌ای و از سوی دادستانی کل تاجیکستان تایید شده است.